خیلی ها رو میشناسم اومدن توی اربیل نتونستن ادامه بدن و برگشتن. خیلی ها رو میشناسم که اومدن توی اربیل خودشون رو گرفتن و حسابی کار کردن دیگه. خلاصه همه چی بستگی به زرنگی خود آدم داره و خیلی هم هستن که دارن با حقوق بخور و نمیر زندگی میکنن دیگه. واقعا داریم میبینیم خودمون. خلاصه هر چیزی بستگی به خود طرف داره، مثل کاشیکار، مثل سرامیکار و نمیدونم سفیدکار و اینا. و یه سوال پرتکراری که همیشه از من میپرسین راجع به این که میشه ماشین برد ایران. بچه ها میشه، در صورتی که شما اقامت داشته باشین و وقتی که ماشینی که از اینجا میخرین میبرین ایران تا 5 سال اجازه فروش ماشین رو ندارین و ماشین هایی که برقیان، هیبریدن، اینا مالیاتشون در واقع ارزونتره، گمرک کمتری بهشون تعلق میگیره و همه اینا بستگی داره که سیلندر ماشین چقدر باشه. هیچ وقت با حرف کس دیگه‌ای مهاجرت نکنید، همیشه با دید باز مهاجرت کنید، چون مهاجرت کردن آسونه ها. مهاجرت میکنی، پا میشی میای یک کشور، 1 ماه 2 ماه 3 ماه 1 سال 2 سال 3 سال، ببینید میتونید مادام العمر اونجا زندگی کنید، میتونید اصلا دووم بیارین، چقدر میتونید دووم بیارین. همه اینا رو خلاصه خودتون بسنجین.